الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، کمال سعادت بنده در شناختن پروردگار است و خوشبختی و در دین و دنیای و آخرت این در یکه و یگانه اعتقاد کردن و در یکه و یگانه پرستش الله سبحانه و تعالی است. واقعا شناختن پروردگار و معرفت پروردگار تا چه اندازه مهم و عظیم است و بلکه گفته می شود مهمتر است، چطوری که در حدیثی برای ابن عازب رضی الله عنه آمده است که حضرت برا صحابی جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند ما از قفای جنازه یک مرد به قبرستان رفتیم ولما یلحد، و وقتی که به قبرستان رفتیم حال لحد کافته نشده بود، ثانی منتظر شدیم تا کافته شدنی لحد و رسول الله صلی الله علیه و سلم جالسون و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند و فی یده عود، و در دست جناب رسول الله یک پارچه از چوبی بود، ینکت به الارض، به سوی زمین با آن اشاره میکردند، به سوی زمین آن چوب را میزدند. سپس گفتند که وقتی که انسان به قبر گذاشته میشود و آن نفرهایی که آمده انسان را دفن کردند و بر بالای او خاک گرفتند و بعد مکمل قبر گذاشته شدن میت، وقتی که رهسپار میشوند و این المیت لیسمع خفق نعالهم، و البته میت گفتند آواز پایزنی آنهایی که از نزد قبر میروند آنها را میشنوند. شخص میت آواز قدم زنی مردم را میشنوند. حین این در یک هنگامی که به نزدیک دو فرشته می آید، یکی به نام منکر و دیگری به نام نکیر، فیجلسانه آمده او را می شنانند و از او پرسان می شوند. وقتی که از این عالم درگذشت به نزد پروردگار رفت، دیگر عالم عمل نیست، مهنت نیست، فقط عالم حساب و کتاب است و برابری به گذاشته شده و قبر و از مردم جدایی شدن. و اولین سوالی که به تمام اینس و جن، پیغمبر و امت، عالم و عامی، زن و مرد، کوچک و پیرانسال داده می شود، نوابسته از تخصصهای آنها در دنیا، به همه سوالی که داده می شود من ربک، پروردگارت کیست؟ نمی باید که این شخص مثلا در دنیا تاجر بود از مسئله تجارت بپرسیم، یا دهقان بود مسئله دهقانی را بپرسیم، یا طبیب بود مسئله طب را بپرسیم. نه، همه انسانیت بلکه همه جن ها پرسیده میشن من ربک، پروردگارت کیست؟ اولین سوال در اولین لحظه های قدم های اولین حیات آخرت بعد این حیات دنیای فانی سوال موجه کرده می شود من ربک، پروردگارت کیست؟ از این حدیث
میفهمیم که واقعا شناختن پروردگار مهم است. اگر شخص عالم هر روز درباره الله سبحانه و تعالی و درباره اخلاص یگانه پرستی اگر برای بندگان خدا علم برساند کم است و در گفته نمی شود که بسیار است گفته نمی شود، زیرا حق الله تعالی بزرگ است و یگانه شناسی اینقدر فضایل بزرگ دارد که در دو صحبت گذشته به آن اشاره کرده بودیم. وقتی که بنده مومن برای این سوال که در دنیا علم داشت و به این عمل کرده بود با زبان برام میگوید ربی الله، پروردگار من الله است و دین من اسلام است و پیغمبر من محمد است صلی الله علیه وسلم. که جواب میدهد پیغمبر خدا گفتند ثم ثانی، بعد اینکه سوال درست جواب میدهد قبرش چنان وسیع کرده می شود که به قدر مسافه‌ای که چشمش می‌بیند. اگر در یک فضا با چشمش کجاها را می‌دیده باشد قبرش این گونه وسیع می‌شود. ببینید وقتی که در دنیا در بعضی کوهسارها یا در بعضی بیابان‌ها اگر باشیم اطراف ما تا اونجایی که چشم می‌بیند دیده می‌توانیم خود آسمان و بالای ما مانند دیگی هست، آرام نفس میگیریم و یک در هوای فضای گشاد هستیم. پیغمبر خدا گفتند کسی که به سؤال منکر و نکیر جواب درست دهد قبرش چنین وسیع کرده میشود. یعنی اگرچه ما امروز قبر را وسیع کردیم و گوییم مثلا برای میت تنگ نشود گفته جاهای وسیع را کردیم، این برای آنجا دخل ندارد. اگر همین یک قدر میت گنجایشی که میت میگیرد انا همین قدر واضح باشد، لیکن به سؤال منکر و نکیر اگر جواب درست داده باشد و قبر وسیع است. لیکن اگر یک قبر انسان به جای وسیع دفن کنید لیکن به سؤال منکر و نکیر اگر جواب گفته نتواند و یک قبر برای او تنگ است، چطوری که در حدیث در پایان انشاءالله بیان میکنیم. سپس پیغمبر خدا گفتند که به شخص مومنی که به سؤال جواب درست گردانید گفته می شود که افتحوا له بابا من الجنه، برای این شخص یک در تیریزه گشایید از جهت جنت، از طرف جنت. فیأتی من روحها و طیبها، پیغمبر خدا گفتند برای این شخص از بوی خوش جنت و از هوای نرم و فارم او آمده می ایستد. البته هوای تازه و بوی خوش که در دنیا علاوه خصوص در ایامی که درخت‌ها گل می‌سبزاند گاه به دماغ ما می‌رسد، این در نزد آن بوی خوش و هوای نسیم و فارمی که در جنت است هیچگاه قیاس کرده نمی‌شود. در قبر او آمده می‌ایستد. و اما گفتند شخصی که در این دنیا الله تعالی را نمی‌شناخت، معرفت پروردگار اعتبار نداشت، الله تعالی را یک و یگانه اعتقاد نمی‌کرد، وقتی که پرسیده می‌شود که من ربک، پروردگار تو کیست، او در جواب گویا در نوع زبان هم هست میگوید. در همه در این دنیا مسلمان و کافر نام مبارک الله جل جلاله را شنیده است. یگان شخص نیست در این دنیا که نام الله تعالی را نشنیده باشد، نیست. و یگان شخص نیست که درباره الله تعالی در دل و موعظه نفر آمده باشد، چطوری که در پایان انشاءالله بیانش کنیم. در او شنیده است، او میداند که نام پروردگار عالم الله است، لیکن او به طور کامل و جدی به سوی شناختن پروردگار کوششی کرده نبود، حرکتی نداشت و نمیخواست حتی درباره الله تعالی شنود یا شناسد پروردگار عالم را و پروردگار عالم الله تعالی را عبادت نمیکرد. بنابراین میگوید ها یعنی گویا در نوع زبان هم هست لیکن نمیتوانم تلفظ کردن. سپس پیغمبر خدا گفتند و سری او با یک گرز زده می شود که لو ضرب بها جبل لصار ترابا، اگر گفتم با آن گرز
اگر کوه زده شود کوه خاک می شود. فیضرب بها ضربة واحده. سپس به سبب آنکه الله تعالی را نشناخت با یک ضربه با آن گرز زده می شود. یسمع صوتها ما بین المشرق والمغرب. پیامبر خدا گفتند آواز این شخص را تمام مخلوقاتی که بین مشرق و بین مغرب هست همه میشنوند الا الثقلین، غیر انسان ها و غیر جن ها. زیرا اگر هر یک انس و هر یک جن هر یک آواز آن شخصی را که به سؤال منکر و نکیر جواب درست آمادگی ندارد اگر شنود، همه اینها مسلمان میشود، همه اینها عبادت میکنند. چطوری که در حدیث جنازه هم آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که اسرعوا بالجنازه، جنازه را شتاب کنید. فإن یک خیرا فخیر تقدمونه ایاه. اگر این شخص صالح باشد، یعنی شخص میت، شما او را به جنت به جای خود تیزتر ببرید. اگر شخص بد باشد فشر تضعونه عن عاتقکم، تیزتر شخص بد را از کتف خود پرتاید. گفتند یعنی در دو صورت جنازه را شتابانید. گفتند وقتی که جنازه گفتند به سوی قبرستان رهسپار می شود، میت آواز می برآورد. اگر شخص صالح باشد میگوید که مرا به کجا برده ایستاده اید، اگر تیزتر ببرید. اگر شخص بد باشد وای بر حال شما، مرا کجا برده ایستاده اید. میگوید پیغمبر خدا گفتند یسمع صوتها کل شیء، آواز میت را همه میشنود غیر انس و جن. اگر شنود بیهوش میشود. واقعا اگر در یک جنازه اگر میت میخواد صدا ببرد، دیگر همه تابوت میبرد، همه بیهوش میشود. دیگر از مهربانی پروردگار است نشونید و دیگر از حکمت پروردگار است که اگر این طور کند همه باید کارهای خود پروردگار رو به عبادت بیارن. مقصد امتحان پروردگار در اینجا دیده نمیشود. بنابراین آوازش رو همه میشنوند غیر انسان ها و جن ها. این شخصی که الله تعالی را در دنیا نمیشناسد و الله تعالی را یک یگانه اعتقاد نمیکند، پرستشی به الله تعالی ندارد.